خب من تازه نسخه اکسوکد جدید و 3.3 رو اه، نصب کردم. یه چیز جالبی که بهش برخوردم، نگاه کنید. قبلا اکسپرتو که میزدیم میومدیم تو قسمت اینجا ادیت مش داشتیم. خب الان تیریدی دیتا ادیتور داریم. برام این تغییر اسم خب یه خورده جالب بود. بعد گفتم که این با این ادیت، این اسکن دیتا ادیتور چه تفاوتی داره این دوتا با هم. خب بیای امتحان کنیم ببینیم. تیریدی دیتا ادیتور رو که میزنم، ببین این قسمت فعال میشه دیگه، میشه کات کنیم یا دیلیت کنیم یا هر کاری بخوایم بکنیم. خب با اسکن دیتا ادیتور هم این کار رو میتونیم بکنیم، درسته؟ اما ببینید این ویرچوال بکساپ من، اگه من با تیریدی دیتا ادیتور بکنم بازم فعال میشه. خب دیلیت و اینا میشه. اما اگه با اسکن دیتا ادیتور این کار رو انجام بدم فعال نمیشه. پس به این نتیجه رسیدم که 3D دیتا ادیتور گسترده تره. یعنی چی؟ یعنی اینکه علاوه بر اون اسکن دیتا ها، یعنی مثلا جاوا اسکن، پیریاب، وکساپ اسکن، آنتاگونیست، اون اسکن هایی که ما وارد سیستم میکنیم، خب اونا رو میتونه ادیت کنه. علاوه بر اون میتونه جنریتد پارت ها چیه؟ یعنی اون قطعاتی که خود طراحی ایجاد میکنه، نه مستقیما اون اسکنایی که ما وارد کردیم. حالا یه مثالی که بخوام بزنم، مثل همین ویرچوال بکساپی که گفتیم، این میشه یه نوع جنریتد پارت. خب یا مثلا اسکن دیتا، یا مثلا فیس اسکن ها. فیس اسکن هم که میدونید چیه دیگه، اسکن های صورت که برای هماهنگ کردن طراحی با صورت استفاده میشه. اینها رو هم میتونه ادیت کنه. یعنی علاوه بر اون اسکن های ورودی که ما بهش میدیم، فک مقابل، پیریاب، اینا که میتونه اسکن کنه، اسکن هایی که جنریتد پارت ها هستن و اینا رو هم میتونه ادیت کنه. اما اسکن دیتا ادیتور این کار رو نمیتونه انجام بده. قبلا اون ادیت مشی که داشتیم، خب توی نسخه قبلی بیشتر برای ویرایش اسکن بود. الان 3D دیتا ادیتور گسترده تر شده. برای ویرایش داده های سه‌بعدی مختلف میتونه کاربرد داشته باشه.